برادران عزیزم، چنانکه که شما میدانید همه ساله 23 می همچون روز جوانان در کشور ما تجلیل کرده می شود و امروز ما در عرفه این جشن قرار داریم. 23 می در حیات جوانان کشور نقش ارزشمند و تاریخی دارد، چون که محض همین سال 1997 سرور محبوب کشورمان محترم امامی رحمان در آخرین نوبتیشان با جوانان لیاقتمند 23 می را روز جوانان اعلان نمودند. اینک شروع از سال 1997 در زمینه تشبث قانونگذاری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان همچون نشانه اعتبار خاصه و ارجگذاری و کارنمایی‌های جوانان ملت در راه استقرار و پایداری صلح و ثبات، نقش مؤثری آنها در حفظ و حمایت دستاوردهای استقلالیت دولتی و مرز و بوم سرزمین اجدادی، روز جوانان تاجیکستان به تقویم جشن‌های دولتی وارد نموده همه ساله با شکوه و شهامت خاصه این سنه ارزشمند را استقبال می‌گیرد. تجلیل روز جوانان به این معنا است که امروز باید جوانان ما موقع و رسالت خود را در جامعه درک نمایند، زیرا در شرایط معاصر هر یک دولت برای مستحکم نمودن پایه‌های دولتداری، تأمین رشد استوار، تحکیم استقلالیت خود، حفظ و ثبات و حمایت منفعت‌های ملی به نیروی و قدرت فوق‌العاده جوانان تکیه می‌نماید. از جانب دولت دستگیری یافتن تکیه کردن به سرمایه عقلانی آنها، دقت جدی ظاهر نمودن به تعلیم و تربیت نسل جوان، فراهم آوردن شرایط و امکانیت‌های وسیع برای رشد، توجه نمودن و بلند برداشتن معرفت آنها خود گواه نقش مهم داشتن این قشر آینده ساز جامعه در روند دولتداری میباشد. جوانان به آن خاطر در نزد دولت مقام ارزشمند دارند که سرنوشت آینده دولت و ملت و طرز تفکر اندیشمندی و قابلیت آنها وابسته است. جوانان باید خوب درک نمایند که تقدیر آینده خلق و دولت به دوش آنها گذاشته شده است. حفظ و آباد کردن و به نسل‌های آینده به میراث گذاشتن وطن آباد و رشد یافته مسئولیت بزرگ دارد و هر فرد جوان را وظیفه‌دار می‌نماید که همیشه به خاطر تحکیم وحدت ملی، استقلال دولتی، گسترش خودشناسی و خودآگاهی و وطن دوستی کوشش و تلاش نماید. ما و شما دیده استادیم که امروز کشورهای مختلف دنیا بر پایه علم و دانش، اختراع‌کاری و استحصال و استفاده تکنیک و تکنولوژی معاصر چگونه ترقی کرده ایستادند. حالا استفاده ذهن صنعی در جبهه‌های گوناگون حیات جامعه جهانی تا رفت گسترش پیدا کرده ایستاده است. به این معنا دستاورد عالمان نه تنها پیشرفت یک دولت و ملت تکان می‌بخشد، بلکه می‌تواند مورد استفاده بشریت قرار گیرد. مثال می‌گیریم تلفن موبیلی، اینترنت، ماشین‌های برقی یا واکسین‌هایی که جان میلیون‌ها نفر را از مرگ نجات دادند. سرنوشت آینده جامعه و دولت از تلاش و تکاپوی امروزه جوانان منشأ می‌گیرد. اگر جوانان ما به اندیشه سالم و درک مسئولیت برای ساختن آینده درخشان خود تلاش کنند، حتما در این جاده موفق می‌گردند. واقعا پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان سیاست دولتی جوانان را در مرکز توجه قرار داده نسبت به جوانان پیوسته غمخواری ظاهر می‌نماید. این است که در همه ملاقات و آخری‌هایشان جوانان را نصیحت‌های پدرانه کرده پیوسته جهتی از برد نمودن علم و دانش و از آموختن زبان‌های گوناگون خارجی دعوت می‌نماید. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی در پایتخت ماه می را ماه جوانان اعلان کرد. چاره‌بینی‌ها در شهر دوشنبه بخشیده بر روز جوانان برگزار می‌گردد. برادران عزیزم، مسلمان باید همه لحظه‌های عمرش را غنیمت بشمارد و خصوصاً جوانیش را. یک عمری است که در آن قوه با علم و هنر اگر یک جور شود همه را آباد می‌گرداند. و می‌بینیم که خداوند جل و علا در سوره مومنون می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ای انسان ها، آیا شما میپندارید که خداوند جل و علا شما را الکی و بیهوده خلق کرده است؟ یعنی فکر میکنید که بیهوده به دنیا آمدید و میروید و هیچ چیزی حساب و جواب ندارد؟ و انکم لا ترجعون، آیا فکر میکنید که شما برگشت شما به سوی ما نیست؟ معنی این آیت ما درک میکنیم که حیات انسان بیهوده نآفریده شده است. خداوند جل و علا در یک آیت مقصد و مرام زندگی یک انسان را میگوید. ما انسان ها و جن ها را نآفریدیم مگر برای عبادت. حدیثی که جبل ابن معاذ از پیامبر محبوبمون محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم روایت میکنند که در طبرانی آمده است. پیامبر محبوبمون فرمودند: لن تزول قدم عبد یوم القیامة حتی یسأل عن اربع. هیچ انسانی در روز قیامت بعد از خلق شدن دوبارهش هیچ انسان قدمی نمیگذارد تا اینکه از 4 چیز پرسیده شود. در روز قیامت بعد از خلق دوباره هیچ انسانی قدمی نمیگذارد تا اینکه از 4 چیز پرسیده شود. عن عمره فیما افناه، پیش از همه از عمرش، از تمام عمرش پرسیده میشه و از عملهایش از وقتی که به بلاغت میرسد تا لحظه های مرگش پرسیده میشه. ما در سوره قاف میخونیم خداوند جل و علا میگوید که انسان از زبانش هیچ کلمه و هیچ سخنی نمیبراید مگر اینکه ملائکه های مقرب او را ثبت میکنند. یعنی هر گفته انسان، چه هزل باشد، چه شوخی باشد، چه دعوت باشد، چه سخن حق باشد، چه فتنه باشد، هر کلمه ای که از زبان انسان میبراید او نوشته میشود و از آن پرسیده میشود. خداوند جل و علا برای انسان را از تمام عمرش میپرسد. و سوال دویم از چی است برادران عزیز؟ و عن شبابه فیما ابلاه، و خداوند جل و علا از جوانیش میپرسد که جوانیش را در کدام کار، در کدام عمل سپری کرد، با چی کاری، با کدام رفتاری، با کدام اخلاقی، با چی خدمت‌هایی کرد. جوانی نزد پروردگار جل، عمر جوانی نزد پروردگار جل و علا چنان قدر و ارزش زیاد دارد که خداوند بعد از که تمام عمرش از کودکی و جوانی و میانه سالی و پیران سالی همش میپرسد و سوال دیوم مخصوص برای چی میشود؟ از جوانیش میشود. برادران عزیز، پس باید جوانی رو و این قدرت رو و این قوت رو و در راه حق استفاده کرد، در راه خدمت باید استفاده کرد، در خدمت دین، خدمت مسلمانان، خدمت وطن، خدمت کشور باید سپری کرد. در کسب علم، در کسب هنر باید این عمر طلایی رو باید گذرانید. یگانه نعمتی هست که بعد از رفتنش دیگر بر نمیگرده. کدامی از ما و شما دیروز رو برگردانده میتواند؟ کدامی از کلانسالان ما میتواند جوانیش رو بر بگرداند؟ اگر انسان بیمار شود بعد از علاج ها، بعد از توابت ها، میبینیم که خداوند جل و علا دوباره او رو تنصیحت میگرداند. اما ندیدیم انسانی رو که دوباره به عمر گذشته‌اش یا به جوانیش بر بگرده. پس باید لحظه لحظه های عمرش رو انسان باید غنیمت بشمارد و در راه حق باید استفاده کند. و عن ماله من این اکتسبه و فیما انفقه، از عمر در عموم پرسیده می شود و از جوانی خصوصا پرسیده می شود و از مال انسان 2 سوال می شود، از دارایی انسان 2 سوال می شود. من این اکتسبه، از کدام راه به دست آورد؟ اگر از راهی مهنت حلال به دست آورده باشد خوش به حالش، اما سوال تمام نمی شود. و فیما انفقه، و در کدام راه اون مالش رو خرج کرد. نه تنها درآمدهای ما پرسیده می شود، درآمدهای مالی ما، بلکه در کجا استفاده کردن آنها نیز خداوند جل و علا از ما میپرسد. پس برادران عزیزم، عمر نعمت و امانت است از جانب خداوند جل و علا. جوانی
نعمت و امانت است از جانب خداوند جل و علا. مال نعمت و در برابر آن امتحان است از جانب پروردگار جل و علا. وطن از جانب خداوند جل و علا برای انسان نعمت است و در برابر آن امتحان است. باید در امتحان ها باید مسلمان ناکام نباشد. و عن علمه ماذا عمل فيه، و از علم انسان پرسیده می شود که علمش را در کدام راه استفاده کرد. آنانی که علم گرفتند، علم دین گرفتند، بالای آنها واجب است که همون علم را، همون رسالت را به دیگران برسانند. اگر طبیب علم طب دارد، برای او واجب است، برای او فرض است که همون علم را به شاگردان برساند و نسل‌های آینده برساند. بخل را از خود نکند، یعنی بخیلی نکند که من تنها بدانم، دیگران ندانند، دیگر از من بهتر نشوند. باید هر علمی دارد، هر مهارتی دارد، باید به شاگردانش، به آنانی که ذوق و شوق علم و حکمت دارند، اخلاق و ادب دارند، باید به آنها رسانده شود.